پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 دو حرکت اپوزیسیونی هر دو فعلا در تاجیکستان ممنوع روز 2 سپتامبر سال 2023 با نشر دو اظهارات علایده بازداشت نویسنده شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را به شدت محکوم کردند. پیمان ملی بازداشت این ادیب روشنفکر را دست دروازه به معنویات و فضای ادبی ملت و داغ سیاه دیگر در تاریخ برای نسل آینده نامید و گفت بعد از بازداشت سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق در گذشته از جانب مقامات تاجیکستان، آن نظام خودکامه می‌خواهد فضای ادبی کشور را نیز زیر سانسور شدید قرار داده با این راه زمینه مخشوعی مردم تاجیکستان را فراهم آورد. پیمان ملی از همه بخصوص از اهل ادب فارسی زبانان دعوت کرده است که در این قضیه خود را کنار نگیرند و برای برقراری عدالت صدا بلند کنند. نگذاریم که تقدیر آدم و شعرا سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی به وارثش از پنجرود زمان ما عبدالقادر رستم تکرار شود. نباید داغ سیاه دیگر در تاریخ برای نسل آینده بماند. تاکید شده است در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان. این اشاره مخالفین به زادگاه عبدالقادر رستم است که 1000 سال بعد آدم و شعرا او نیز در پنجرود زادگاه رودکی به دنیا آمده است. گروه 24 در اظهاراتش بازداشت عبدالقادر رستم را ادامه سرکوب و زندانی کردن مخالفان سیاسی حکومت و آزاداندیشان نامیده گفت حکومت بعد از بین بردن مخالفین سیاسی خود به سرکوب مطبوعات آزاد، روزنامه‌نگاران و آزاداندیشان و جامعه شهروندی پرداخت و آنهایی را که خفناک می‌شمارد برکنار کرد. اینک افزوده است این حرکت اپوزیسیونی نوبت قشر دیگر جامعه، نویسندگان و روشنفکران آزاداندیش رسید. هدف از این نگاه داشتن جامعه در فضای وحشت و ترس، فقر و بینوایی و ادامه دادن به دزدی و غارت کردن مردم و دارایی‌های ملت است. طوری قبلا خبر دادیم عبدالقادر رستم نویسنده و محقق شناخته تاجیک و مسئول شعبه کادرهای بیمارستان ابن سینا شام 31 آگوست سال 2023 هنگام بیرون رفتنش از جای کار از جانب کارمندان دادستانی کل تاجیکستان دستگیر شد. مقامات تا کنون بازداشت عبدالقادر رستم را شرح ندادند که با چه اتهام دستگیر شده است، ولی چندین کارمند بیمارستان ابن سینا گفتند که چگونه دستگیر شدن عبدالقادر رستم را به چشم خود دیدند. حدس اکثر این است که بازداشت او در چارچوب پرونده مدیر بیمارستان ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده صورت گرفته است. خالقزاده روز 7 آگوست سال 2023 در پی بحث گرمی که کتاب خاطره های او با نام حوادث روزگار من برپا کرد با اتهام برانگیختن کینه و عداوت در زمینه محلگرایی دستگیر شد.